السلام علیکم. از مقاله های ابلوسی درانه شیخ محمد راتر بر شما یکچند حکایه ها را پیشنهاد میکنیم درباره جزای ظالم و دعای مظلوم که حقیقیت دارد گفته میگذاریم. هر واقعی که ما نقل میکنیم از حیات امروزه ما گرفته شده است و یک شخص چنین نقل میکند: من روزی به یک مراسم جنازه رفتم، به آنها همدردی نموده صبر خواستم و به مرحوم دعا کردم. بعداً پدر مرحوم به نزدم آمده دستانم را گرفته چنین گفت: ای پسرم، این جزای 30 سال پیش که من ظلم کرده بودم، حالا هم جزای همان کاری من تا امروز دوام کرده ایستاده است. من حیران شدم و پرسیدم که چیکار کرده بودید که این همه رنج شما را عذاب می دهد؟ گفت 30 سال پیش من جوان بودم، پرقوت و ماشین داشتم. دولت و سولت من را به کبر و غرور فرو می برد و ماشین را چنان تیز می راندم که آدمان من را دیده عصبانی می شدند و دعای بد می کردند. روزی در راه تیز رفته ایستاده بودم، یک سگی را با فرزندهایش دیدم. بر سرم یک فکر آمد. به خود گفتم بیا یگان تای این سگ بچه ها را پخش کنم، مادرش چی می کرده باشد؟ و این کاری بد اخلاقانه خود را نیز کردم. با ماشین یک کودک این سگ را زیر کردم. مادر سگ باشد ناله بسیار می کرد و من این حادثه را دیده راحت می کردم. به خدا قسم که از همان روز دیگر مصیبت ها از من دور نشدند. ماشین را فروختم. در حیات یکی من هیچ دو نمی شد. وقت ها گذشت، علاج کرده آیله دار شدم، بعد فرزنددار شدم. در حیاتم مشکلی ها، مصیبت ها هیچ دور نمی شد. در حیات عذاب های زیاد کشیدم. از بین سالها سپری شد. پسرم 18 ساله شد و او را به دانشگاه داخل کردم. برای هر یک پدر فرزند این نزدیکترین انسان بر قلب او هست. پسر من نیز برای من چنین بود. همراه پسرم به سوی دانشگاه روان شدیم. وقتی خواستیم از راه به آن طرف گذریم، اول خودم راه را نظارت کردم. دیدم یگان ماشین تیز حرکت ندارد. بعداً به پسرم گفتم اکنون میتونی گذری. اما نمیدانم چی شد، از کجا آن ماشین پیدا شد. چنان تیز حرکت داشت که دیگر امکانی باز داشتن ماشین نبود. در بین راه ماشین پسرم را، قوت دلم را پخش کرد. هوش از سرم پرید. دنیا برای من تاریک گشت. خون از بدن او بر بدن من رسید. من گریه میکردم، داد میگفتم. قسم به آن خدا که در همان وقت حادثه‌ای که 30 سال پیش من کرده بودم پیش نظرم آمد. همان سگ و فرزند مرده اش گویا که نمایان است. گویا به گوشهایم کسی چنین میگفت: خداوند از ظالم انتقام میگیرد، حتی او حیوان هم باشد. خداوند برای مظلوم از ظالم قصد میگیرد. میگفت خداوند هر یکی ما را در پناه خود نگه دارد. ظالم ظلم کرد، پس خاطر جمع باشید. خاطری خود را جمع کنید، البته به آن خداوند بسپارید. البته از ظالم در همین دنیا قصاص گرفته خواهد شد. بین مظلوم و خدا هیچ پرده نمی شود. باز یک نفر در حیات دیده خود را حکایه می کند. در خوردیم همسایم به صحرا برآمده کلمش‌های یاوه‌ای را شکار می کرد. هر باری که کلمش‌ها را دستگیر می کرد چشم‌های آنها را می کافت و باز دوباره آنها را سر می داد. فقط به خاطر ذوق و شوق خود چنین می کرد. بعد از 40 سال من باز دوباره به همان همسایه خود واخوردم. در بر خود پسری نابینا داشت. او گریه کرده چنین می گفت: 3 پسر دارم، هر 3 آنها نابینا عاجز هستند و به دیگر زن عائله دار شدم. او دختر کرد، اما دخترم چشم نداشت. سخنش را گریه کرده چنین می گفت: به همین حادثه هایی که امروز به من صادر شده است، به من معلوم است. خودت میدانی 40 سال پیش شکاری کلمش‌ها را میکردم و این قصاصی همان خدا هست که نسبت کلمش‌ها چنین رفتار کرده بودم. خداوند از ظالم قصد میگیرد، انتقام میگیرد. حتی مظلوم
حیوان، انسان یا اینکه کلموش هم باشد. باز یک شخص چنین حکایه میکند: مادرم روز من را از ظلم گردانده یک حکایه را گفت. ما در صحرا زندگی میکردیم. همسایه داشتیم. او زن و فرزندها و مالهای زیاد داشت. یک روز یک خرگوش را دستگیر کرده زنده او را پوست کرد و دوباره رهایش کرد. خرگوشی بیچاره داد و فیغان ناله کرده میگریخت و همسایه باشد حالی حیوانی بیچاره را دیده قهقه میزد و میخندید. همان وقت عمکم گفت: من با چنین همسایه ظالم در یک جا زندگی نمی کنم. گفته به دیگر جا کوچ بستن را قرار کرد و کوشیدیم. قسم به آن خدایی که پس از گذشتن چند روز هوا دیگرگون شد، ابرها بالای خانه همسایه ظالم ایستاده شدند و یک باران شدید بارید. بعد از چند روز عمکم پسری کلانش را روان کرد تا از حال همسایه ظالم خود با خبر شود. پسرش گشته آمد و گفت: نه خودی همسایه هست، نه زن و فرزندهایش و نه مال و ملکش، فقط در جای خانه اش یک چقوری کلان بود و خلاص. یعنی بارانی باریده شده خانه را با خانواده غرق کرده بود. خداوند از ظالم انتقام میگیرد، حتی او حیوان هم باشد. یک نفر از حیات خود نقل میکند، یعنی حادثه در عصر 18 صادر شده است. چنین حکایه میکند: من حادثه‌ای که با چشمان خودم دیدم نقل کرده ایستادم. یک مرد و زنی بود. مرد هزوم جمع آوری میکرد، میفروخت و زندگیشون را پیش میبرد. مرد صالح با تقوا بود. آنها سالها در انتظار فرزند بودند. خداوند این مرد صالح را امتحان میکرد. خداوند به آنها فرزند داد. هنگام تولد فرزند مادر سر فرزند رفت، از دنیا گذشت. این مرد همسر خود را دوست می‌داشت و حرمت و احترام میکرد و این مصیبت این مرد را خیلی افکار کرده بود. همین طور قرار کرد تا در تربیت فرزندش سهمگذار شود و دوباره اولادار نشود. فرزندش را تربیت میکرد، وقتهای بیکاری هزوم آورده میفروخت و شبها به خواندن قرآن و نماز مشغول میشد. پسرش جوانی صالح شد و به ویه رسید. وقتی اولادار شدنش که رسید، پیرمرد خودش اولادار نشده فرزندش را اولادار کرد. خداوند این مرد صالح را دوباره امتحان میکرد. و پسرش دختری را گمان میکرد که صالح است، اما جاهل بود. از بین وقتها گذشت. این مرد به سن پیری رسید. پسرش کسب پدرش را دوام میداد. به کار به صحرا رفته هزوم میآورد و میفروخت. روز همسرش پدر پیرش را به خانه محکم کرد که این پیرمرد در حالت زندانی دائما نماز و قرآن تلاوت میکرد. هنگامی پسرش از کار برگشتن میخواست کاری کرده ای کلینش را بگوید، اما نمیتوانست. با خود میگفت: بیا صبر کنم، زیرا حاضر پسرم فهمد با همسرش جنگ میشود. خدای نکرده باز نشود که بین حیات اینها یگان چیزی شود و آنها از هم جدا شوند. خداوند لعنت کرده از آن شخصی را که حیات یک نفر را ویران کند. آخر وقت طلاق گفته شود، عرش خداوند میلرزد. خوبش این است که صبر میکنم و به کلینم از خداوند انصاف میخواهم. اما ظلم کلین نسبت خسور خود زیاد شد. روز از روزها این پیرمرد وقت قرآن تلاوت میکرد از زن فاسقه یک سخن گفت که غضب خدا را می آورد و بدن این سخن خیلی وزنی شد. وقتی پیرمرد قرآن را زیبا تلاوت میکرد، این زن بدبخت فاسقه آمده گفت: با مانند خر هرس کردن را بس کنید و یا گوشهایم را بریده پرتایم. این کلمه هست که انسان را از ایمان خارج میکند. پیرمرد همان شب از کلین خود سخت رنجیده این فاسقه که کلام خدا را دشنام کرد دعای بد کرد. صبح شد، ناگه به حولی گویا خر آمده باشد. بیرون برآمده بینند که همسر پسرش یعنی کلینش هست. سر در جای خود، اما دیگر جایها به مانند خر بود. از چشمانش اشک جاری میشد. به مانند خر هرس میکرد. او را همسایه ها نیز دیدند و این زن خرسیمان به صحرا دویده رفت
وقتی آدمان از پسش رفته او را در حالت پارچه یافتند، زیرا گرگان الکی شکار کرده بود. خداوند از ظالمان البته قصاص میگیرد، انتقام میگیرد. احتمال این حادثه شده یا نشده باشد. مقصد چشم ظالم را باز کردن است. ظالم خواه مسلمان باشد خواه کافر، اما مظلوم نیز خواه مسلمان باشد و خواه کافر، بین اینها پرده نمی شود. هر ظالم ظالمی کرد و هر مظلوم از ظالم روزی خوب را ندید. امروزها بسیار میبینیم ظالمان را که بیگناه یک کس را تهمت میکنند، بیگناه پول یک کس را میگیرند، بیگناه بر کارهای دچار کرده ایستادند، بیگناه چه کارهای چه مصیبت‌های بالای یک برادر خود فرزند پدر خود کرده ایستادند. زیرا با چشمان خودم دیدم، با گوشهای خودم شنیدم که حتی از فرزند خود خانه پدر خود را طلب دارد با واسطه ظلم. فراموش نکنید بین مظلوم و خداوند پرده نیست، گرچه آن مسلمان باشد، گرچه مظلوم مسلمان باشد یا کافر. پس همیشه احتیاط باشید، زیرا هیچ ظالم در این دنیا به انتقام نمیمیرد. خداوند البته از ظالم انتقام خواهد گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.